سلام. امروز میخوایم با هم یک کشمش پلوی خوشمزه و متفاوت درست کنیم. ممنونم که کانال ما رو سابسکرایب میکنید و ویدیوها رو لایک میکنید. مواد لازم برای کشمش پلو: برنج 4 پیمانه که برنج رو با نمک از 4 ساعت قبل خیسش کردیم، 1 عدد پیاز درشت، 3 عدد هویج، 1.5 پیمانه کشمش پلویی، گردو نصف پیمانه، زعفران به میزان لازم. برای فراوری زعفران ما زعفران رو روش یه مقدار یخ میریزیم. بعد از اینکه یخ‌ها کامل آب شد مقدار کمی آب جوش به اون اضافه میکنیم و در ادامه در کنار قابلمه اون قرار میدیم تا کامل دم بکشه و رنگش بیرون بیاد. به 1 عدد فلفل دلمه هم نیاز داریم که برای آبپز کردن مرغمون میخوایم ازش استفاده کنیم که بوی زخم مرغمون رو بگیره. نمک، فلفل و سایر ادویه‌ها و روغن هم به میزان لازم نیاز داریم که توی مراحل پخت بیشتر توضیح میدم. در مرحله اول مرغ رو با کمی آب و کمی نمک میجوشونیم. پیازهامون رو به صورت خلالی و باریک خرد میکنیم. هرچی پیازها باریکتر خرد بشه ظاهر زیباتری به غذامون میده. برای پخت مرغمون به 1 عدد پیاز کوچیک نیاز داریم که به صورت 4 قاچ خردش میکنیم. به بخشی از فلفل دلمه‌مون نیاز داریم. نیاز نیست زیاد ریز خورد بشه. و به کمی هویج هم نیاز داریم. هویج‌ها رو به صورت حلقه‌ای هویج دیگه همون رو با رنده درشت برای داخل پلومون رنده میکنیم. گردوهامون رو هم شروع میکنیم به خرد کردن. زیاد نیاز نیست که خیلی ریز گردوها رو خرد کنید. یکم زیر دندون بیاد به خوشمزه تر. بعد از 10 دقیقه آب مرغمون رو خالی میکنیم. بعد از اینکه آب مرغ‌ها رو خالی کردیم دوباره روی حرارت گذاشته و آب جوش به اون اضافه میکنیم. آب باید تا حدی برسه که کامل روی مرغامون رو بپوشونه. بعد از اون پیازها، فلفل دلمه و هویجمون رو به مرغا اضافه میکنیم. کمی نمک به اون اضافه میکنیم. زردچوبه، ادویه کاری، فلفل قرمز و یک ادویه مخصوص که شامل 7 ادویه است و ادویه مخصوص خودمونه. مقدار کمی دارچین هم به اون اضافه میکنیم تا عطر بهتری بگیره مرغ. در مرحله آخر مقداری آب لیموی طبیعی تازه هم بهش اضافه میکنیم. زمانی که مرغمون شروع به جوشیدن کرد در اونو میذاریم و اجازه میدیم تا خوب مغز پخت بشه.
توی این زمان که مرغامون داره میپزه شروع میکنیم به تفت دادن پیازا. اول پیاز رو دورون مایتابه میریزم و اجازه میدم یکم سبک شه و رنگ شیشه‌ای به خودش بگیره. بعد از اون روغن رو بهش اضافه میکنم. وقتی پیازامون شفاف شد روغن رو بهش اضافه میکنم. اجازه میدیم تا پیازامون کاملا طلایی بشه. زمانی که پیازهامون طلایی شد پیازها رو برمیداریم و هویجاشون رو سرخ میکنیم. پیاز داغ‌ها رو که از توی مایتابه برداشتیم هویجا رو اضافه میکنیم. هویجا رو تفت میدیم تا کاملا آبشون تبخیر شه. نیاز نیست خیلی هویجا رو سرخ کنیم. تا همین حد هویجا تفت بخوره کافیه. یه مقدار خیلی کمی میخوایم فقط نرم بشه و آبشون کامل تبخیر شه. بعد از هویجا شروع میکنیم به تفت دادن گردوهامون. گردو خیلی سریع میسوزه، حواستون باشه که زیاد توی حرارت نمونه. یه تفت کوچیک که خورد کشمشاش اون هم بهش اضافه میکنه. کشمشامون رو اضافه میکنه. تو این مرحله زیاد نیازی نیست که خیلی تفت بخورن اینا، در حدی که یه حرارت کوچیک ببینن کافیه. کمی که تفت خورد شعله‌مون رو خاموش میکنیم. حالا مواد بین پلومون آماده است. مواد کنار میذاریم و میریم سراغ برنجم. الان دیگه مرغامون پخته و آماده سرخ شدنه. روغنمون که داغ شد شروع میکنیم به سرخ کردن مرغ‌ها. زمانی که مرغ‌هامون سرخ شد اجازه میدم تا اونها یکم خنک شه و بعد شروع کنم به ریش کردن. آب برنج رو هم گذاشتم تا جوش بیاد و الان به ازای هر پیمونه برنج یک قاشق غذاخوری نمک بهش اضافه میکنم. حالا برنجم رو اضافه میکنم. برنجمو هم میزنم تا نمک ها کامل حل شه و حرارت یکسانی ببینه. حواستون باشه خیلی برنج رو هم نزنید که دونه هاش بشکنه و خورد بشه. موقعی که برنجمون داره میجوشه این کفای سفید روش رو میگیریم. این کار باعث میشه که برنج شفافتری داشته باشیم. بعد از اینکه مرغ‌ها خنک شد اونا رو ریش ریش کردیم و کنار میذاریم. من چند مرحله این کفای سفید روش رو میگیرم تا کامل برنج شفاف و خوشگلی داشته باشه.
برای اینکه عطر و بوی برنجمون خیلی خوب در بیاد من 3 تا دونه قند بهش اضافه میکنم. نشونه این که ببینیم برنجمون پخته یا نه اینه که موقعی که برنج پخت، برنج کامل روی سطح آب میاد و یک رگه های ریزی روی برنج پیدا میشه و بافتش هم کمی نرم میشه. حواستون باشه که خیلی نرم نشه که برنجتون شفته میشه. وقتی به آخرای پخت برنجمون رسید، یه لیوان آب سرد بهش اضافه میکنم تا یک شوک دمایی بهش بدم. این کار باعث میشه تا برنجمون بهتر دون بکشه. وقتی برنجمون پخته باشه، دست که روی برنج بذاریم خیلی راحت له میشه. وقتی به این موقع رسیدیم برنجمون رو آبکش میکنیم. من برای تهدیگ برنجم از سیب زمینی میخوام استفاده کنم. شما میتونید به جای سیب زمینی از نون یا خود برنجم استفاده کنید. ته قابلمم یه مقدار کم روغن میریزم. میتونید از کنجد هم استفاده کنید که هم طعم خیلی خوبی بهش میده، هم ظاهر بسیار زیبایی به تهدیگمون میده. من کنجد رو کف دیگه میپاشم و بعد از اون سیب زمینی ها رو روی کنجد ها قرار میدم. موقعی که سیب زمینی ها رو برای تهدیگ برش میزنید، اونا رو نازک برش بزنید تا یک تهدیگ ترد و خوشمزه داشته باشه. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو کف دیگه‌مون چیدیم، نصفی از برنج ها رو به اون اضافه میکنیم. حالا هویج، گردو، کشمش و پیازامون رو بهش اضافه میکنم و کاملا روی سطح برنجا رو میپوشونم. سعی کنید که موادتون زیاد به دیوارا نچسبه تا مواد نسوزه. حالا یکم دارچین روی موادمون و روی کل برنجمون میپاشم تا عطر خیلی خوبی به برنجمون اضافه کنم. بعد از اون مرغای ریشی شدم رو روی برنج میریزم. و در آخر بقیه برنج‌ها رو روی سر موادمون می‌ریزیم. سعی کنید کاملا روی موادتون رو بگیرید تا خوب بخارپز میشه. حالا برای اینکه جریان هوا و بخار بهتر داخل برنجمون انتقال پیدا کنه، یک چند تا سوراخ با دسته کفگیر داخلش ایجاد میکنم و در اون رو میذارم. زمانی که کمی کف قابلمه‌مون گرم شد و سیب زمینی ها شروع به صدا دادن کردن، همونطوری که احتمالاً توی کلیپ میشنوید، این آب رو بهش اضافه میکنم. آب رو وسط برنج نمیریزم، کنار برنج میریزم تا بخار کنه و کامل برنجمون دم پخته بشه. حالا زعفرونمون رو که از قبل با یخ آماده کرده بودیم و بعد از اون آب جوش بهش اضافه کرده بودیم و کنار برنجمون میذاریم تا کاملا دم بکشه و درش رو میذاریم، اجازه میدیم تا برنج دم بکشه. خب 1 ساعت گذشت و الان برنجمون آماده است و کاملا دم کشیده.
زعفرونمو به مقدار لازم به برنج اضافه میکنم. خب حالا برنجمون آماده است و میتونیم سروش کنیم. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره.